خلیفه عباسی پس از دریافت این نامه دیگه از رفتار مسالمت‌آمیز دست برداشت و در طی یک نامه با همون شدت هولاکو خان رو تحقیر کرد و بهش گفت که اگر بخواد با خلیفه بجنگه باید بدونه که خلیفه قادره با اعلان جهاد بر علیه کفار مغول لشکری تشکیل بده که جهان رو به لرزه در بیاره. اما در حقیقت خلیفه چنین قدرتی نداشت. خلیفه مستعصم نه نفوذ و نه اصلا اعتبار خلفای راشدین رو داشت. در آن زمان خلافت بسیار متفاوت‌تر از آن چیزی بود که در بدو اسلام کاربرد داشت. خلیفه صرفاً یک جایگاه نمادین بود، همین. هیچ اعتباری نداشت. حاکمان مملکت‌های مسلمان اصلا تحت امر خلیفه نبودند و هر کدوم کاری که می‌دونستن درست هست رو می‌کردن. مغول‌ها اول باید کار حشاشین رو یکسره می‌کردند. حشاشین توی قلعه علموت در نوک کوه پنهان شده بودند. این قلعه در گذشته بارها محاصره شده بود اما هیچ وقت فتح نشد و تا اون زمان به چشم غیر قابل اشغال دیده میشد. تنها یک راه خیلی باریک به سمت قلعه بود که باعث میشد مهاجمان نتونن حملات موثری داشته باشن. هولاکو خان همیشه توی سپاهش چند نفر عالم و دانشمند هم داشت. خان با علما در مورد وضعیت مشاوره کرده و بعد از چند روز یک راه حلی برای فتح قلعه پیدا کرد. در اون زمان مغول‌ها به واسطه چینی‌ها با باروت آشنا شده بودند و از این نیرو در جنگ‌ها استفاده می‌کردند. خان دستور داد که در زیر قلعه حفره‌های بزرگی ایجاد بشه و داخل این حفره‌ها باروت فشرده شده در فلز جای بگیره. بعدش هم با دستوری که داد قلعه علموت رو منفجر کرد و حشاشینی که دستگیر کرده بود رو همونجا اعدام کرد. پس از تسخیر قلعه علموت فرقه حشاشین کاملا نمیشه گفت که از صحنه روزگار محو شدن، اما فعالیتشون خیلی کم رنگ شد و دیگه هیچ وقت نتونستن به اون قدرت سیاسی که یه زمانی داشتن برگردن. پس از فتح قلعه علموت هولاکو خان و سپاهش به مدت 1 سال در 2 شهر همدان و تبریز ساکن موندن و استراحت کردند. در طول این 1 سال خلیفه عباسی به تمامی جوامع مسلمان نامه فرستاد و به جهاد دعوت کرد. اینجا بود که خلیفه با واقعیت تلخ روبرو شد. هیچ کس به فرمان جهاد خلیفه پاسخ مثبت نداد. خلیفه باید تنها به مقابله با مغول‌ها میرفت. سرانجام سپاه 120,000 نفره مغول‌ها از 2 جناح به سمت بغداد حرکت کردند.